این جمله که حضرت فرمودن رو تکرار بفرمایید. المرء مع من احب، انسان با کسی است که او را دوست دارد. چرا پیامبر قبل از اینکه این توضیحات رو از اون مرد بادیه نشین بشنوه گفت چی آماده کردی؟ آیا این به این معنا نیست که انسان باید چیزی آماده بکنه؟ وگرنه همون موقع بعدش گفت عزیز من چیکار به زمانش داری؟ شما خدا رو دوست داشته باش، هر وقت شد. چرا این جواب نداد؟ ببینید، شاید پیامبر میدانسته که این شخص حکیمی هست. خیلی پس چرا اسکلش کرد؟ بهش گفتش که چی آماده کردی اگه اینقدر حکیم بوده؟ خواسته شاید نقض غرض. شما نباید چیزی آماده کنید. همین که شما دوست داشتن اعم از چیز آماده کردن. شما وقتی دوست داشته باشی آماده ای. درسته؟ خیلی قشنگ بود. من دوباره دردسر نشد. واقعا زیبا گفتید. میخوای شما بیا به مکتب من چطوره؟ گفتید خب جمله زیبایی گفتید، اگرچه برای من خیلی دردسر درست میشه ولی جمله خیلی حکیمانه است. وقتی تو خدا رو دوست داری دیگه کار تمامه. ببین خدا شاهده من از اون پیغمبرتونم حکیم دارم به ابوالفضل. خداییش برخورد من بهتر از برخورد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نمی بود اگر اینجوری میگفتم باش بینی بین الله. ببینید شاید اشکال تو ترجمه فرهنگی ما معتقدیم که دوستان عزیز، سلام، اسکپتیک هستم. امروز آقای خدامیان تشریف آوردن تو هم دیگه ادامه گفتگو رو با هم دیگه انجام بدیم. من باورم نمیشه که 6 جلسه است ما داریم با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. من اصلا باورم نمیشه که 2 جلسه است. جلسه ششم پس از فراز نشیب‌های فراوانی که در اینکه آیا امکان داره که این گفتگو صورت بگیره، نهایتاً امروز برای اولین بار جناب خدامیان تشریف آوردن با وجود مخالفت فراوان در هاوس اسکپتیک با هم دیگه داریم گفتگو رو می‌خوایم شروع بکنیم. این مرد انقدر مهربانه، انقدر خوبه این مرد که آدم نمیدونه واقعا چطوریه. برای من خودم مسئله جالبی است که چطور مهربانی اینقدر میتونه رام بکنه و تاثیرگذار باشه. جناب آقای خدامیان امروز میخوان راجع به محبت خدا با ما صحبت کنن. در خدمت شما هستیم جناب آقای خدامیان. بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز گرامیم، همه کسانی که صدای من رو میشنوند. به خدمت اونها ادب، احترام، عشق، مهربانی رو تقدیم میکنم و در گفتگوی امروز که گفتگوی ششم هست بحث محبت رو پیگیر میشیم. احتمالاً بحث محبت خدا فکر میکنم 3-4 جلسه دیگه ادامه داشته باشه. حالا این جلسه ششم از جلسه‌های گفتگوهای من و آقای اسکپ هست که در خدمتون با افتخار هستم. موضوع رو اگه اجازه بدید من حدیث اول رو خدمتون مطرح بکنم. و قبل از اینکه جلوتر بریم بعد ببینیم محبت خدا، محبت یه دهنده داره یه گیرنده داره. منظور شما از محبت خدا چیست؟ بله، بحث من در 2 قسمت خواهد بود. یکی محبت خداوند به انسانها که احتمالاً هفته بعد در موردش صحبت بکنم و براتون گزاره‌هایی رو در مورد جلوه محبت خدا در صحرای قیامت، چون ما به عرصات قیامت، روز قیامت باور داریم و میخوام جلوه‌هایی از محبت خدا رو در روز قیامت براتون بازگو کنم که اون میشه موضوع جلسه بعد. امروز در مورد این که انسان خدا را دوست داشته باشد براتون میخوام صحبت بکنم. بله. اوکی، محبت به خداست در واقع. بله من چون موضوع رو محبت خدا رو چون میخوام این فکر میکنم که 5-6 جلسه بشه این بحث محبت خدا که شامل هر دو میشه، محبت انسان به خدا و محبت خدا به انسان، ولی موضوع رو کلی قرار دادم. بسیار محبت به خدا موضوع جالبی باید باشه. بفرمایید. بله، من روایتی که میخوام بخونم از وجود امام صادق علیه السلام میفهمد که در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 188 ایشون حدیث داره که حالا من سند رو نمیخونم. ان الناس یعبدون الله علی ثلاثه اوجه، مردم 3 دسته هستند و به 3 صورت خدا را عبادت میکنن. پس بحث اینی که ما به باورمندها که نگاه میکنیم که دارن خدا را عبادت میکنن، حالا عبادت خدا نماز، روزه است، حج،
همه عبادت هایی که مؤمن انجام میده اینا در سه گروه قرار میگیرن. یک دسته یعبدونه رغبتا فی ثوابه، دسته اول کسانی هستند که رغبت به ثواب خدا دارن، رغبت به بهشت دارن، یه چیزایی از بهشت شنیدن، خدا رو عبادت میکنن به خاطر رغبت به بهشت خدا. حالا چرا کلمه رغبت نمیفرماید یعبدونه مثلا به خاطر طمع در بهشت؟ میفرماید کلمه رغبت، در کلمه رغبت میل شدید وجود داره. یعنی وقتی ما میگیم یه نفر به یه چیزی رغبت دارد، به بهشت رغبت دارد، یعنی یک تمایل زیاد، میل تمایل و نفس در وجود خودش یک تمایل شدید داره. به هر حال گروه اول کسانی هستن که به خدا رو عبادت میکنند چون میل شدید به بهشت دارن. چرا کلمه اشتیاق اینجا به کلمه اشتیاق کلمه بهتری است؟ چرا کلمه اشتیاق به کار برده نشده؟ شوق بیشتر از بیرون طرف تشویق و ترغیب می شود. یعنی وقتی ما میگیم اشتیاق از بیرون یه نفر هولش داره. نه برعکس اتفاقا شوق درونه، از شما میخوای، پشن خودت میخوای بری، شوق داری. رغبت ممکنه در شما ایجاد بکنن، حالا شاید من اشتباه میکنم، ولی این مفهومی که شما گفتید مفهوم شوق است نه مفهوم رغبت. ببینید یه نکته عرض کنم در مورد شوق. ممکنه یه چیزی در درون من باشه به شوق داشته باشم. مثلا من نویسنده هستم، به نویسندگی هم شوق دارم. در رغبت، موضوع رغبت چیزی خارج از وجود من، یعنی من به خانه ام نمیتونم بگم اشتیاق دارم، باید بگم تو زبان عربی ها وقتی که شما به چیزی شوق داری و آن چیز خارج از وجود شماست. رغبت از جنس تمایله، درسته؟ بله شما به چیز خارجی تمایل پیدا میکنید، ولی آیا شوق هم همان تمایل خیلی بیشتره مگه نه؟ بیشتر هست، ولی که در کلمه رغبت چیزی است که خارج از وجود من هست. مؤمن به بهشت اشتیاق دارد، بهشت خارج از وجودشه، ولی مؤمن مثلا به چیزی که درون خودش هست، به ایمان خودش اشتیاق دارد، ایمان تو وجود خودش هست. شوق و رغبت هر دو به معنای گرایش به چیزی است. رغبت درجاش پایین‌تره، میگه حالا بریم این بعدم نیست، این بد نیست، حالا کارو بکنم. ولی شوق میگه آقا من رو بگیرین، نه من میرم سراغش، من این کار ندارم. ولی به نظر اوکی، حالا بریم بشنویم بقیه صحبتتون بشنویم. به هر حال فتلک عبادت الحرسا، این عبادت افراد حریصه و هو طمع، و این طمع هستش. یعنی امام صادق عبادت شاید همینه، نه همینه، چون وقتی شوق شما داشته باشی از روی عشق میکنید بدون چشم داشته زیاد، میگه فقط من برسم به این معبود و این کار. ولی رغبت اینه که اینو بکنیم مالی ثوابی واسه ما داره، مثلا یه سطح پایین ترین نوع معامله است در واقع، اینو بدیم اینو بسونیم، این کارو بکنیم اینو بگیریم. بله همینه، این طمعه. خود امام میفهمه هو طمع. دقیقا به همین سبب کلمه رغبت رو به کار برده، چون اگر رغبت باشه شما اصلا صرف نظر از پاداشی که میگیری برای خود داری این کار رو میکنی، برای تعالی خود و برای رسیدن چیزی که شما رو متعالی میکنه. ولی رغبت میگه حالا بکنیم یه چیزی توش هستی مثلا صرف میکنه. بله درسته، به نظر من کلمه درست به کار برده. پس گروه اول از طمع و حرص، خود امام میگه این طمع است. طمع مقابل، یعنی کسی که غنای نفس داره طمع نداره. انسانی که غنای نفس داره، ثروت درونی دارد، طمع به بهشت هم نمی کنه. بله. یه بار دیگه شوق رسیدن به بهشت و معبود را داره، شوقش رو داره که میگه خب من برسم، نه. فقط حالا کاری نداره چی میشه، من برسم به این طرف، به این شوق. جان بفهم. نه رغبت به خود خدا نداره، رغبت به بهشت با خدا فرق میکنه. شوق داره به بهشت. بله. یه بار دیگه میخونم رغبت فی ثوابه، به خاطر اینکه میل شدید به بهشت داره. اصلا این خدا رو درک نکرده که این داره نماز میخونه به خاطر بهشت.
بهشت با خدا فرق میکنه. این طمع به بهشت دارد. چه کسی طمع داره؟ کسی که فقر ذات درونی داره، فقر داره، بهشت رو میطلبد. اما کسی که ثروت درونی دارد حتی به بهشت هم طمع نمی‌ورزد. بله من شما هم نظرم و شما دقیقا حرف بنده رو گفتید، فقط احتمالاً یه قسمت شد چیز نگه کاملا درسته. میگم کسی که شوق و اشتیاق و پشن داره برای رسیدن به چیزی، اصلا مهم نیست براش که تش چیه واسش، میخوام برسم به معبودم، برسم به، ولی در این نوعی که شما میفرمایید اینا نیست توش. فقط رغم میگه آقا بریم یه چیزی گیرمون بیاد، یه بریم بعد نیست، تمایل ما رغبته و معامله میخواد بکنه با خدا. بله کاملا با شما فهم. خب این گروه اول، حالا ما 3 گروه رو میگیم، بعدن دوباره برمیگردیم 3 گروه با هم مقایسه میکنیم. گروه دوم، والآخرون یعبدونه خوفا من النار، یه گروهی هم میپرستن خدا را از ترس آتش جهنم. فتلک عبادت العبید، این عبادت بردگان و هی رهبه. رهبه بعضیا معنا کردن ترس. ببینید ما یه ترس داریم، یک الخوف المستمر المستدیم، وقتی خوفی ترسی ادامه دار می شود، ادامه پیدا می کند مدتی، این میشه رهبت. پس در زبان عربی یه خوف داریم، ترس. شما از یه چیزی میترسی، یه وقتی این ترسه چند روز چند مرحله ادامه پیدا می کند، به این میگن رهبت. خب پس گروه دوم کسانی هستند که یک ترسی از جهنم دارن، ولی این ترس لحظه ای نیست، یک ترسی ادامه دار، ترس ادامه دار تو وجودشون اومده و اینها به خاطر اینکه تو آتش جهنم نروند دارن عبادت میکنن. و امام صادق فرمود این نوع عبادت ترسی که ادامه دارم هست. این نیست که مثلا یه لحظه بیاد بره، چون آتش جهنم شما باید تعریف کنی یه لحظه بترسه، ولی چون باورمنده براش جهنم ها هی میگه جهنم میسوزونن چیکار میکنن، این یک ترس مستمر درش ایجاد میشه، یه چیز بالاتر از خوف، و این وادار میشه که نماز بخونه، روزه بگیره، اعمال عبادی رو انجام بده، ولی این مانند بردگانه و عبادتش عبادت ترس و اضطراب و وحشت است. بله خب این کاملا درسته. در واقع اینم در واقع همون مفهومیه که بهش میگن چماق و هویج. میگه 2 دسته هستن، چماق و هویج. با دسته هویج اونی که بهشت رو میخواد، میگه آقا چیز هویجی گیرمون میاد، و دسته چماق هم همین دسته دومی که فرمودید که میگه آقا اگه نکنی با چماق میزنن یا با غیر داغ میریزن تا حسابتون رو میرسن. و از این ترسه که شما، و خیلی جالبه بدونید که بیشتر انسان ها سیستم زندگیشون همین جوریه، یا برای گرفتن ریورده یا برای اجتناب از آسیب و یا از دست دادنه. و بله کاملا حضرت درست فرمودن. خب میریم گروه سوم. گروه سوم دیگه امام نمیگه گروه سومی هستن، میگه ولکن، میگه خود من، یعنی گروه اول رو گفت، گروه اول اینطورن، گروه دوم اینطوری هن، به گروه سوم میرسه نمیگه گروه سوم اینطوری هستن، میفهمید ولکنی اعبده حبا له، ولی که من خدا، من امام صادق که امام شما هستم، خدا رو عبادت میکنم به خاطر حب و محبت و عشق به خدا. فتلک عبادت الکرام، این عبادت انسانهای با کرامت و شریف است. ببینید نکته مهم گفتم، امام نمیگه دسته سوم رو، نمیگه دسته سوم، بلکه میاد ویژگی های خودش رو بازگو میکنه. برای چی؟ چون میدونه ما شیعیان، خب ما مذهب جعفری هستیم، خودمون رو پیرو امام صادق میدونیم. امام داره دقیقا میاد یه باره میگه عبادت من امام صادق این گونی هم که نه کار به بهشت دارم نه از جهنم میترسم، بلکه عاشق خدا، محبت خدا رو دارم و عبادت انسانهای با کرامت، انسانهای با شرافت این است که خدا را به خاطر خودش بپرستن، محبت به خدا داشته باشن، عشق به خدا داشته باشن. و هو الامن،
و این عبادت از روی محبت است که شما را به امنیت و آرامش میرساند. بسیاری یعنی بله دقیقا همینطوره. ولی خب عده کمی هستن که به این لول عشق میرسن که میگن که آقا من دوست دارم. این حد اکثر دوست داشتن دیگه، حد اکثر دوست داشتن یا همون شوقی که بنده خدمتتون عرض کردم، یا پشن برای رسیدن به او همه کار میکنه. میگه اصلا مهم نیست، من فقط برسم بهش. که در واقع وقتی راجع به عشق صحبت میکنیم، یکی از سه چیزی که راجع به عشق هست، عشق‌های مختلف داریم دیگه. یه موقع عشق افلاطونی هم هست که از همین مدله، که باید شما پشن و اشتیاق فراوان داشته باشی برای رسیدن. و این از اون عشق‌های افلاطونی است که عشق به خدا که برای رسیدن به اون مهمم نیست، اصلا ضرر بکنم هر چی بشه، فقط برسم به اون حالت. و این شوق رسیدنه. ولی من محبت رو از توش نمیتونم بگم. چرا محبت نام برده؟ چرا نمیگه اشتیاق؟ کلمه اشتیاق بهتره تا محبت. به نظر شما اینجور نباید باشه؟ ببینید کلمه حب تو خود قرآن هم خیلی کلمه حب اومده. حالا شما سوالتون این است که چرا تفاوت کلمه حب و شوق؟ میخوای من جلسه بعد این رو بررسی میکنم و بله. کارشناسی این مفهوم حب در قرآن و یعنی در این چیزایی که شما میفهمید، اگر در قرآن هم همین چیز باشه، در این حدیثی شما فهمید، این مفهوم حب همان شوق است. ببینید ما کلمات رو اختراع کردیم برای که مفاهیم رو منتقل کنیم دیگه. حالا شما با این کلمه میگه مهم نیست، گاهی اوقات آدم یک چیزی میگه میدونم منظورت این نیست، منظورت اونه، ولی از این کلمه استفاده. به نظر من میاد حب در اینجا همان شوق است. به هر حال شما مطالعه بفرمایید، به بنده هم بعداً بگید. به هر حال جمله‌ای که مهم وجود من دیدم بعضی از صاحب نظرات میگن که خدا رو نمیشه دوست داشت. یعنی چون خدا یه موجودی هست که مثلا نه زمان داره، نه مکان داره، نه خصوصیات انسانی داره، به همین خاطر نمیشه متعلق محبت انسان قرار بگیره. این حدیثی که براتون خوندم نشان میداد که نه، اتفاقا انسان شاید شما اینو بدیهی بدونید، ولی در کتاب معراج السعاده یه بحثی هست، یه اختلافی هست. بعضیا میگن اصلا خدا رو نمیشه دوست داشت، ولی این حدیث و این مطلبی که گفتم نشان میدهد که انسان میتواند محب خدا بشود، محبت خدا رو داشته باشه و در قلبش محبت به خدا جای بگیره، به گونه ای که وقتی داره عبادت میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، عبادات انجام میده، اینها را برای محبت خدا و عشق خدا انجام بده. و این همان صفت کرامت و شرافت انسانی است. حالا این شرافت انسانی میشه خیلی صحبت کرد که وقتی انسان یک ثروت درونی آخه اون کسی که فقر ذاتی دارد که دنبال بهشت میره، اونی که احساس امنیت نمی کند میره از ترس جهنم از نماز میخونه. ولی یه افرادی هستن که با شرافتن، با اصالتن، اینها به یک ثروت درونی رسیدند، به مقام انسانیت و شرافت و کرامت رسیدند. این گونه افراد چیزی که میتونه اونها رو به سمت خدا ببرد محبت و عشق به خدا هست و این نوع عبادت است که میتونه آرامش رو برای انسان داشته باشه. من عرضم برای حدیث اول تمام، حدیث دوم را اگر اجازه بدید شروع. بله، من همچنان بر این باورم. ببینید بعضی از کلمات از عربی که میاد در فارسی به یه مفهوم دیگه استفاده میشه، مثل هر زبان دیگه‌ای. شما هر کلمه از زبان دیگه وارد زبان دیگه میشه، ممکن اصلا مفهوم اون کلمه رو برای یک مفهوم دیگری استفاده بکنید. من هنوز بر سر صحبتم هستم که خدا رو اولا میتوان دوست داشت، که به هر کانسپتش که میتوان دوست داشت، حالا ورس خدا مادی نباشه، کانسپتش میشه. اولا من معتقدم که حتما میشه هر چیزی کانسپچوالایزش هم بکنید، میتوانید دوست داشته باشید و میتونید شوق داشته باشید به آن چیز، ولی قطعا نمیتونید بهش محبت کنید به خداوند. یعنی اگر قراره چیزی رو بگید نمیتوان، شما نمیتوانید به خدا محبت کنید. برای همین هم ابتدا گفتم بحث جالبی باید باشه که چطوری میخواید شما به خدا محبت بکنید، ولی میتوانید او رو دوست داشته باشید و به او شوق داشته باشید برای رسیدن به او. من تصورم اینه که ممکنه این کلماتی که شما دارید به عنوان
حب استفاده میکنید، ما در فارسی این کلمات رو به معنی دیگری استفاده میکنیم. در فارسی ما میگیم دوست داریم طرف رو و اشتیاق داریم بهش، ولی محبت نمیتونیم بکنیم. احتمالا در عرب میگن حب، به این پروسه میگن حب، که دوست داشتن و شوق داشتن رو میگن حب، ولی ما در فارسی همین مفاهیمی که عرض کردم هستش. نظر شما چیه؟ بله، من خیلی برام جالب بود. اگرچه این وقتی من میگم جالب بود خیلی به من حمله میکنه، ولی که برام خیلی جالب بود. آقا خدا میاد. ببین عزیزم، این باورمندان میدونید چی میگن؟ میگن شما نباید ضعف نشون بدید جلوی ایتیست. تا حرفو بهشون بتونم بگم. میگن اگر شما بری بگی به ایتیست بگی من یه چیزی ازت یاد گرفتم و اسلام تمام شده. متاسفانه اینقدر بخل دارن این مسلمانان، بعضی از مسلمانان عزیز. متوجه؟ واقعا این چنینه. وقتی میان با من صحبت میکنن میگن باید اینو بزنی بتره کنی بگیم چقدر بی سواده. تنها هدفشون اینه. و اگر که یه کسی بگه راست میگم خیلی جالب بود، من اینجوری تا حالا نگاهش نکرده بودم، و علت این که شما با من صحبت میکنی اینه که من چجوری نگاه میکنم و نگاه منو اگر که بهتره یا جالبتره یاد بگیرید، مگر نه؟ بله دقیقا همینطوره. من میدونم دوباره برای من روم خواهند زد همین یه ساعت دیگه، ولی که من اعتراف میکنم از این اصلا خنده های من هم که من اعتراض کردم چرا من وقتی شما میخندم. شما اومدی تو محیط اسکرپتی میگی میخندی، بعدم میگه ای ول دمت گرم بلدی این خیلی به من تا حالا اینجور بلد نه. بیچارت میکنن این شیعیان عزیز. در قمت جو هست. آره حالا بذار بگم، آره من محبت خدا رو من عنوان محبت، ولی امروز فهمیدم که در زبان فارسی واقعا محبت به خدا این اشکال داره. با بگیم دوستی خدا، من منظورم دوستی خدا هست. این ترجمه شاید در ترجمه است، میگه lost in translation. شما حب توی فارسی میگن محبت، نه حب محبت نیست. حب یعنی دوست داشتن و اشتیاق. محبت شما نمیتونید به خدا بکنید، خدا میتونه شما محبت بکنه، شما نمیتونید به خدا محبت کنید. محبت و حب فرق میکنه. در فارسی خراب شده. فارسی تو خدا کلی چیز هست. اصلا فارسی خیلی زبان محدودی است. شما میگید عربی زبان کاملی است، نه انگلیسی هم کامله. خیلی انگلیسی بعضی فارسیه، خیلی عربی همینطور. ولی من به این نتیجه دارم میرسم که نه، اصلا انگار زبانه نیست، خود مردمی هستن که این مفاهیم رو با کلمات اشتباه استفاده میکنن و به این فکر نیستن که کلماتشون رو سپسیفیکلی باید اختصاصا برای مفاهیم خاص استفاده بکنن و هر کلمه رو برای هر مفهومی استفاده میکنن. فکر کنم این اشکال ذهنی ایرانیانه. در خدمتش هستیم. من از دیر زمان به همین نتیجه رسیده بودم که نمیدونم کجای فرهنگ ما ایرانی هست که ما کلمات رو اصلا نمیم خیلی دقت روش بکنه. حالا خود منم که خواستم مثلا عنوان اتاق رو بزنم و پیشنهاد بدم، موضوع گفتگو رو گفتم محبت به خدا. حرف قشنگی شما زدید آقا، به خدا که نمیشه محبت کرد، خدا رو میشه دوست داشت، میشه عاشق خدا بود، ولی محبت به خدا تو فارسی اگر بخوای خوب دقت کنی واقعا نمیشه به خدا محبت کرد. ولی من فکر میکنم یه اشکالی تو فرهنگ ما ایرانی ها هست که نمیدونم از کجا اومده، خیلی به کلمات فکر کنم دقت زیاد نمی کنیم. بله من متاسفانه من همیشه دیدید که وقتی صحبت میکنم اول میگم اون کلمه چیست. دیدید گفتم محبت به داریم و از داریم دیگه. اول این چیزی پرسیدم محبت میخوای بکنی به خدا یا میخوای خدا محبت بگیری؟ یه گیرنده داریم یه فرستنده داریم. و تعاریف دقت بکن. من همیشه تعاریف دقت میکنم. این یعنی چی؟ چون من میخوام آقا هدف از صحبت کردن و استفاده از کلمات مگر این نیست که محتوای ذهن شما رو من بفهمم؟ من اگر محتوا یا مفهوم است که در ذهن با کلمات غلط منو گمراه بکنی، خب من نمیفهم شما چی میگید. برای بسیار اهمیت داره این موضوع. بله ببینید خدا شاهده شیعیان عزیز، دوستانی که شما ایراد میگیرید این مرد بزرگوار، مرد مهربان، مرد عزیز، مرد دوست داشتنی، مردی که واقعا باید واقعا این مرد بزرگواره.
از من خدا شاهده این مفاهیم خوب بلد نیستید شماها، خدا شاهده. بیا خود تحمل کنید، دوستی به پیش بیاد. چرا اینجوری میکنید؟ در خدمتتون هست. خب حدیث دوم در کتاب علل الشرائع جلد 1 صفحه 139 از مرحوم شیخ صدوق که حالا سند رو میگذاریم، میگه که مردی آمد از اهل بادیه، یعنی اینا مسلمان تو مدینه بودن، این توی بیابون ها زندگی، یه شترداری بود تو بیابون بود، خیلی تو شهر نبود، توی روستای اهل بادیه تو بیابان. جا رجل من اهل بادیه، یه شخصی اومد توی از اهل بیابان، اهل روستا، شترداری، چوپانی، اومد پیش پیامبر و وارد مسجد شد و گفت داره که و کان یعجبنا، میگه که وقت مردم میگفتن وقتی این بادیه نشین میاد سوال میپرسه ما چیزی گیرون میاد، خوشحال میشدن، یعجبنا دچار اعجاب میشدن، براشون جذاب بود. یعنی ببین در زمان پیامبرم عده‌ای که همیشه دور بر پیامبر بودن، وقتی یک نفری که چوپان بود، اهل بادیه بود، خیلی خبر از قرآن و حدیث نداشت، وقتی می اومد مثلا جمعه ها می اومد نماز جمعه پیش پیامبر، یک سوال اینقدر سوالاتش قشنگ بود که مردم منتظر بودن کی جمعه میشه این بادیه نشین بیاد و سوال بپرسه. اینایی که داره میگی من خیلی نمیدونم با این چوپان بادیه نشین نومدیک پزنت به قول معروف، من خیلی همزاد پنداری میکنم. مردیز فحاش، مردیز کافر، مردیز نچسب، ولی هر وقت حرف میزنه ملم یه عجب سوالایی میکنه، عجب نکاتی میگه. من نمیدونم چرا با این مرد بادیه نشین چقدر احساس همزاد پنداری کردم. بفرمایید. بله و کان یعجبنا، یعنی عادتی مکرر که همیشه که میومد سوالاتش باعث اعجاب و شگفتی مردم میشه. خب یه روز اومد پیش پیامبر و گفت یا رسول الله متی قیام الساعه، گفت قیامت کی برپا میشه؟ این سوالا کرد و صدای مؤذن بلند شد. پیامبر رفت نماز خون، جوابش را نداد. یک چیزی میخوام بگم برای این با چیزها باورمندها، آقا وقتی پس سوال میکنه ما ممکنه برای مصلحتی جوابشو به تأخیر بیاندازیم. پیامبر جوابشو نداد، نماز خون. فلما قضا صلاته، وقتی پیامبر نمازش تموم شد قال این السائل، این السائل عن الساعه، اونی که در مورد قیامت میپرسید کجاست؟ ببینید پیامبر نگفت آن مسلمان کجاست، نگفت آن بادیه نشین کجاست، نگفت اون چوپان کجاست، گفت اون که سوال کرد کجاست. یعنی پیامبر از میان صفتهایی که این چوپان بادیه نشین داشت، مؤمن بود، مسلمان بود، بادیه نشین بود، صفات زیادی داشت. میتونست بگه آن شخص مهربان کجاست، مثلا آن شخص همه صفات رها کرد، رفت روی کلمه سائل. یعنی احترامی که پیامبر به سوال کردن داد و صفت سوال رو مطرح کرد. یعنی اینقدر سوال کردن در نزد پیامبر مهم بوده، اعتبار میداده، اهمیت میداده. من موافق نیستم که از این میشه چنین استنباط کرد که حضرت محمد سوال کننده احترام میگذاشته. نه، ممکنه که مکسشون و تفکری که کرده بهش و که بعد چجوری جواب بدم و اینا نشانه هایی از این باشه که سوال خوبی بوده و یا فکر حضرت رو گرفت، مثلا درگیر کرده بوده، میشه اینو. ولی
این که گفته سائل رو میخوام، سوال کننده رو میخوام، نمیشه ازش استنباط کرد که ازت به سوال کننده احترام میذاره. میتونه چون همه مسلمان بودن اونجا، همه نمیدونم چیکار میکردن، همه اینا، ولی در این مورد خاص شما وقتی وقتی میگه من مسلمانی که نمیدونم فلان کرد، خیلی ها میتونن باشن، وقتی میگه سائل این سوال کیست، اسپسیفیکلی اختصاصا همه میتونن اون فرد نشون بدن این بوده است. نمیشه الزاما از این گزاره که سائل کیست به این نتیجه برسید که پیامبر به سوال کنندگان احترام میگذاشته. اینجا با هم با اختلاف داریم. به من بفرمایید یه نفر بادیه نشین بوده اونجا؟ نه جمعه ها افراد زیادی جمعه ها میونه. بنابراین وقتی گفت سائل کی، کسی که کانفیوژن و ابهامی وجود نداشته، میگه اینه. میپذیرم، من اشکال شما رو میپذیرم و حق رو به شما میدم. آقا ببین میگیرن میزنن شیعیان یکم بخندیم، حالا دوباره خنده های ما بعدن برای اون ماجرا خدا میاد. نه من حق رو به شما میدم. این ایتیست هم یواش یواش میکشن زیرتونا. اینقدر امتیاز نده به این به این ایتیست های بیشرف. نه دیگه، من حق رو به یابم قبول میکنم. این اشکال شما، این آخه ایتیست چه حقی داره؟ ایتیست چه حقی داره در این زندگی؟ به نظر شما من حق رو به شما میدم. ببین قدیم ها مثلا میگفتن یارو کافره، آنگاه نجسی کسافه دست دادم. الان میگم مثلا یه جوری شده میگن نه ایتیست هم گره آدم ها. نه به خود من همین ذهنیت راجع سنی ها داشتم قبلا. مثلا سنی به خدا یه همکلاس سنی ما داشتیم نمیگه بهایی، به خدا قسم من یادم میاد یه رفیقی ما داشت، خیلی دوست بودم باش. بعد یه روز دیدیم نیومد، گفتیم چی شده؟ اینا گفتن بهایی بوده و دفتر گفتن دیگه نباید بیای. آقا به قرآن مجید بغل من میشه روز نیمکت من با هم دوست بوده. آقا ما رو میگی از روزی اصلا گفتم این بهایی بود می بغلش میشستیم. اینجوریه. الان یه خود منتالیتی مردمان مسلمان یه خود تغییر نکرده؟ مثلا یهودی میشه یهودی بهایی بهایی. به نظر شما یه خود چیز نیست مثلا این مالتی کالچرالیسم و تحمل عقاید مخالف و اینا یواش یواش به نظر شما در فرهنگ عقب افتاده باورمندان ایرانی به نظرت نمیرسی یه خورده داره تغییر میکنه؟ نظر شما چیه؟ من آینده رو هم من که دم از گفتگو میزنم دقیقاً، البته هنوز توی باورمندان سنتی میگم، اگه من مثلا اون جلسه آخر دوربین شما خاموش شد، خب خندیدی، به من گفتی خدا چیکارت بکنه. این خدا چیکارت بکنه خب یه کلمه تو کاشان ما یه کلمه محبت آمیز، خب من خندم گرفت. آقا برای من روم زدن که خدا میدونه چرا میخنده. اتفاقا من خیلی کامنت های زیادی گرفتم که چقدر این آقای خدامیان دوست داشتنیه، چقدر جنوینلی و خالص خندید. اون راجع به خنده شما خیلی من کامنت های خوبی گرفتم که میگفتن ما حب خدامیان رو به تو دیدیم با این خنده. و من گفتم یا ابوالفضل خدا به دادش برسه که اگر این حب نمایان شده. و همین رو میگم که چگونه میتوانه حب داشت به یک ایتیست صاب و نبی. این برای من جالبه، چون آنچه که ما شنیدیم حبی وجود ندارد. من آقای احمد خمینی که حالا گفت سیاسی ما صحبت نکنیم، راجع به سلمان رشدی اون روز خیلی حرفای عجیبی میزدن که برین ببینم کتابخونه‌ها رو منفجر کنید و فلان بکنید. خیلی جالبه، دیدگاه شما برای من عجیبه. آیا این به علت اینه که شما آدم خوبی هستید یا به علت اینه که دین اسلام رو بد معرفی کردن به ما؟ من هنوز فکر میکنم شما آدم خوبی هستید. دین اسلام همچنان یک دین متناقضه که بسته به
پرسونالیتی، شخصیت، ذاتتون، شما میتونید ورژن های مختلفی رو به قول معروف ازش ایجاد بکنید. در واقع شما هستید که دین را میسازید، نه دین است که انسان را بسازد. بله خب وارد بحث بشیم. من حق رو به شما میدم در مورد عین السائل این سخن رو پس میگیرم و معتقد هستم که همونجا آقای اسکیپ گفتن این عین السائل تا حالا دو هیچ، تا حالا دو هیچ، سه هیچ بشی دیگه با حک ماده هم نمیتونه قبول. این اشیاء میگیرن میکشن نمیشن تا سه نشه باز. خب پس پیامبر چاره ای نداشته است، چون اگه میگفته با مسلمان، همه مسلمان سرشون میگفتن ما، اگه میگفته بادی نشین و همه روز جمعه همه بادی نشینا خیلی از روستا میومدن، پیامبر چاره نداشته جز بگه سوال کننده کیه. این کلمه سائل فعلا راهی دیگه برای تشخیص این شخص نبوده. خیلی خوب، فقال انا یا رسول الله، اومد جلو گفت من بودم. خب پیامبر چی گفت؟ من بودم. فقال فما اعتبله، پیامبر گفت خب سوالت چی بود؟ گفت که سوال من این بود که قیامت کیه. پیامبر بهش فرمود خب چی برای حالا کار قیامت کیه کار نداشته باش، بگو ببینم چی برای روز قیامت آماده کردی. حالا جوابو دقت کن. فقال فما اعددت لها من کثیر عمل صلات ولا صوم. گفت که من میتونم شما متوقف کنم؟ من میتونم شما اینجا متوقف کنم؟ شما دارید تاکید میکنید که حضرت پیامبر چیز کرده، خود تفکر کرده، گفته بذاریم چه جواب بدیم، نمازو خونده و فلان، سوال کننده بیاد ببینم سوالش خفنه و اینا میشه. و بعد میگه بدونید بهترین سوال چی بود اینجا؟ من از حضرت پیامبر اکرم ببخشید این پیامبر اتفاق افتاده یا چیز یا امام صادق؟ اینو من نفهمیدم. پیامبر. خدا شاید من جای پیامبر بودم سوال بهتری میکردم ازش میپرسیدم برای چی این سوالو میکنی؟ ولی حضرت پیامبر بسیار سوگیرانه و سوال غلطی از ایشون میپرسه. میگه چی آماده کردی؟ واسه ببینم الان ببینم درست آماده شدی یا نه. اولا سوالشون اینه که کیه. بنابراین یعنی یک نگرانی داره در زمان و انگار که وقتش انگار کمه، انگار یه سری کارا میخواد بکنه، یه نگرانی داره در زمانش. برای همین من میگم یه open ended question میکنم ازش، یک سوال باز، جهت نمیدم بهش. میگم چته عزیز من، برای چی این سوال برات اینقدر مهمه؟ و اون موقع میگه من نگران اینم که توشه راه هم آماده نباشه، نگران روز جزا هستم یا روز دادگستری هستم، من توشم کافی نیست. اجازه میدم که طرف خودش بگه توشم کافی نیست، نه اینکه پیامبر بیاد بزنه تو پوزش بگه توشت چیه ببینم. به نظر شما اینطوری بهتر نبود اگر اینجوری میپرسید؟ شایدم منظور پیامبر همین بوده، حالا تو ترجمه ما مشکل داریم. شایدم وقتی پیامبر میگه که بگو ببینم حالا نه برای چی داری پیامبر اصلا شما الان خودتون فرمودید گویا آقا زمانشو ولش کن، چه آماده ای؟ در صورتی اصل قضیه نگرانی اون فرده. شما گفتی نه زمانشو ولش کن تعبیر من بود، من اضافه کردم. پیامبر بهش فرمود که چی برای قیامت آماده کردی؟ گفت که من نه روزه نه نماز عمل خیر هیچی آماده نکردم. فما اعددت لها من کثیر عمل، هیچ عملی از نماز روزه حج اینا هیچی آماده نکردم الا انی احب الله. چی؟ همون داره بادنشینی میگه. میگم یه نوع با چه لعنی گفت آماده نکردم اینا، یعنی میتونست معنیش این باشه که بابا ولمون کن کجا من عادی هست و فلان، من هیچی آماده نکردم. میتونست این باشه یا میتونست بگه نه من یک راه بهتری پیدا کردم و میخوام ببینم که مثلا زمان اگر واقعا اینجوری بود چرا نگران زمانش بوده. واسه ببینم الان من سوال برای این بادیانشین برام پیش اومد، اگر ایشون فکر میکنه حب به خدا بعض همه چیزه، اینجوری در واقع منظورش همینه دیگه. آقا من یه شاکلیت دارم، من حب به خدا زدم و نگران هیچی هم آماده نکردم.
اگر اینه چرا زمانشو میخواد بپرسه؟ اولا که زمانش مسلما بعد از مرگ شماست، یعنی تا زمانی که شما زنده هستی توشه جمع کن، بعد از یه مردی که توشه دیگه نمیشه جمع کرد. این سوال اصلا میتونه غلط باشه. زمانش کیه؟ زمانش بعد از مرگ شماست، احتمالا بعد از اینکه دوران برزخ تموم شده اینجور چیزا. سوال یعنی چی؟ ولی این اومده بود هر چیزی رو بگه، سوال نمیخواسته بکنه. اومده بود به حضرت محمد نکته ای رو بگه حضرت محمد بهترین کار برای روز قیامت این است که خدا رو دوست داشته باشید. در واقع می‌خواسته پیامی بده به محمد. نظر شما چیه؟ ببینید در اون فرهنگ اون زمان باید بررسی کرد. یه شخصی اهل بادیه هست، یه چوپانی هست، این به این نتیجه رسیده است که نماز روزه درمان کار نیست، درمان محبت خداست و میگه من برای روز قیامت چیزی از نماز روزه آماده نکردم، یک گوهر دارم اونم عشق به خداست، این عشق به خدا رو برای روز قیامت آماده کردم. دقیقاً. ولی خب اصلا سوال نکرده، ایشون اصلا سائل نبوده، ایشون کامنتیتور بوده. ایشون اومده یک چیز رو به حضرت محمد بیان کنه، میگه حضرت محمد بهترین کار برای روز قیامتی که خدا رو از همین الان شروع کنید به دوست داشتن. اینو میخواسته، سوال نمیخواسته بکنه، نکتهشو بگه به محمد. نه من به صورت سوالی. نه من معتقدم که این اهل بادیه چون یه بیابانگرد بوده، درسی هم که نخونده بوده، که به فطرت خودش فهمیده بوده که عشق به خدا بالاتر از نماز و روزه و حج. حالا این رو میخواد تایید بگیره، میاد سوال بکنه که پیامبر تایید کنه براش. دقیقاً ایشون اومده یه گزاره‌ای به محمد بگه و به محمد بگه که بگو آره، سوالی نداشته. و اصلا برای چی پرسیده کی روز قیامته؟ به نظر شما می‌خواست بده وقت بگه آقا مثلا فردا ساعت 2 بعد از ظهر، که بعد چیکار کنه بعد از اون؟ به نظر شما سواله این؟ بعضی از سوالا شکل سوال دارن، آخرش علامت سوال هست، ولی این سوال نیست، یک آلتریر موتیوی پشتشه، یک مفهومی پشت. بعضی از سوالات استفهامی هستن، بعضیا نه، گزاره‌ای هستن، مطلبی هستن، و این از اون نوعه. میخواسته سر صحبت رو باز کنه. مثل که ما مثلا دخترها که میرسیدیم میگفتیم ببخشید خانم ساعت چنده؟ معلوم بود ما ساعت نمیخواستیم بپرسیم. اگه نه اونم میگفتم 8:10. خب چه خبر؟ که سر صحبت رو باز کنیم، مگه نه؟ برام شاید این بهانه‌ای بوده، اینو میشه روش فکر کرد که در واقع این به نظر شما این سوال استفهام، به نظر شما این بادیه نشین سوالش استفهامی بوده، میخواسته چیزی رو بفهمه، سوالی مثلا پاسخی به سوال میخواسته بگیره، یا مطلبی رو میخواسته به حضرت محمد بگه؟ از فالو آپی که بعدش کرده همچین نتیجه شما نمیتونید بگیرید؟ من میگم که میخواسته تایید پیامبر رو بگیره، یک با فطرت خودش، با فطرت پاک خودش یه مطلب رو فهمیده، حالا میاد به پیامبر عرضه میکند، پیامبر تایید میکند. برای سوالی که باید بکردیم بود، پیامبر اکرم من فکر میکنم که بهترین کار برای روز قیامت این است که خدا رو دوست داشته باشیم صرف نظر از عباداتی که میکنیم. آیا نظر من درست است؟ بعد حضرت محمد هم میگفته بله، یا میگفته نه، یا میگفته نمیدانم. اگر ما بخوایم سوالای امروزی مطرح کنیم اینجوری باید اینجوری مطرح بکنیم. بله، تو زبان فارسی و فرهنگ امروز ما سوال و جواب به این صورتی بوده که شما گفتید، ولی حالا ممکنه در فرهنگ اون زمان و خود زبان عربی و این که من الان دارم ترجمهش میکنم ممکنه این لطایفش در این حضرت محمد اونجا به نظر شما نمیتونست این نکته بسیار مهم رو یاد بده که از 1400 سال پیش این جامعه رو درست میکردن، انقدر بزفکر نمیموندن مردم؟ که میگه عزیزم اول من گفتم چرا همچین سوالی میکنی؟ و این در رو باز میکرد برای گفتگو. من گفتم از این جای حضرت محمد بودم، برای چی اینو پرسیدی؟ بعد اون میگفت که من آخه میدونی فکر میکنم ببین عزیزم، اولا که هر موقع سوال بکنی سوالتو صادقانه بپرس، کلک نزن، در یه قالب دیگه بپرس. آقا من اینجوری فکر میکنم، نظر شما چیه؟ این یکی سوال استفهامی و اینا رو همونجا بهش یاد میداد. بعد هم بگو مثلا میگم که آره یا نه، یا مطلب همونجا آموزش میداد. به نظرتون
نقش آموزشی بهتری نبود تا اینکه بگه وایستا ببینم چی آماده کردی، نماز روزات خوندی، فلان نکردی، تا بعد اون تازه یه چیزی بگه، بعد پیامبر بگه لابد بگه آره یا نه. حالا ادامه‌شو بگید، من چرا زودتر دارم چیز میکنم، قضاوت میکنم. پیامبر چی گفته بودش؟ آره اون بیابانگر گفت که من نماز روزه آماده نکردم، فقط محبت خدا و محبت رسول خدا آماده کردم. فقال له النبی المرء مع من احب. این مر اینجا معنی انسان با چیزی است که آن را دوست دارد. یعنی حالا انسان محشور می شود با اون چیزی که اون رو دوست داره. البته خیلی از کسانی که این سخن پیامبر را ترجمه کردن میگن در روز قیامت انسان با کسی است که آن را دوست داره. ولی من میخوام بگم تو همین دنیا، همین لحظه، همین الان، اگر من خدا را دوست دارم با خدا هستم. بله. المرء مع من احب. یه دینو بردنش به قیامت، یعنی در روز قیامت. منم با شما موافقم. به نظر من این تایملسه، صرف نظر از زمان. هر موقع شما دوست دارید، هم الان دوست دارید، هم الان باهاشید و تجربه میکنید. همون اشتیاق همینه دیگه. حب همینه. حب همون اشتیاق است دیگه. به این نتیجه رسیدید که حب همان است. وقتی شما میگم وصف العیش نصف العیش، آقا شما وقتی حب داری به کانسپت خدا، یعنی باهاش زندگی میکنی، مگه نه؟ خب حالا اون قسمت قیامتش هم اگر قبول بکنیم، یعنی وقتی شما نه اون خدا که رو دوست داری، اون که هیچ، اون کسی شکی نداره در قیامت هم هستی باش، ولی در لحظه با خدا بودن خیلی آرام. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. من انگار قرآن و اینا رو بهتر از شما بگم. ببین آرامش میده دیگه وقتی میبینی با کسی، با بابا یا خدای باباست دیگه. حالا میگن مامانه، در واقع مام کمکت میکنه، باهاته، همیشه هست با. ببینید جناب، این جمله که حضرت فرمودن رو تکرار بفرمایید. المرء مع من احب. انسان با کسی است که او را دوست دارد. اوکی، میگه کسی است، زمان حال رو داره میگه، نمیگه کسی خواهد بود که. بنابراین قطعا حرف شما درسته. حال و آینده، قیامت و الان، حرف شما رو من میپذیرم. ولی نکن، چرا پیامبر قبل از اینکه این توضیحات رو از اون مرد بادیه نشین بشنوه گفت چی آماده کردی؟ آیا این به این معنا نیست که انسان باید چیزی آماده بکنه؟ وگرنه همون موقع بعد بهش بگو عزیز من چی کار به زمانش داری؟ شما خدا رو دوست داشته باش، هر وقت شد. چرا این جواب نداد؟ ببینید شاید پیامبر میدانسته که این شخص حکیمی هست، چون اول حدیث خوندیم که میگه کان یعجبنا، این میومد جمعه ها سوالاتی میکرد، سوالات پرمغز. شاید پیامبر میدانست که این شخص حکیمی است. خیلی پس چرا اسکلش کرد؟ بهش گفتش که چی آماده کردی اگه اینقدر حکیم بوده؟ نقض غرضه. شما نباید چیزی آماده کنید. همین که شما دوست داشتن اعم از چیز آماده کردن. شما وقتی دوست داشتی باشی آماده ای. درسته؟ خیلی قشنگ بود. من دوباره آقا دیگه گیم اوور شد. تمام آقا، این سومی بودم، چهارمی بود، یکی دیگه هم بود، من اونو به رود نیاوردم. ببین میخوای شما بیا به مکتب من، چطوره؟ آقا بیا کار دیگه ببریم. نه خب سخن حق میزنید، حق گفتید، خب جمله زیبایی گفتید، اگرچه برای من خیلی دردسر درست میشه، ولی جمله خیلی حکیمانه است. وقتی تو خدا رو دوست داری دیگه کار تمامه. ببین خدا شاهده، من از اون پیغمبرتونم حکیم ترم به ابوالفضل. دیدی چقدر قشنگ روانشناسانه رفتم جلو، حکیمانه. خدا شاهده. من ببین یه کار دیگه، من به شما میگربم، شما هم حالا دوست داشته ما بگرف، بعدا با هم دوست بشیم، چطوره؟ دیگه داریم هدف از این گفتگو همینه که به خدا میان به قرآن من لا کارت میدم، با من حرف گفتگو نکن دیگه، تمامی. منو که دستشون مهم نمیرسه تورنتو دوره میگیرن اونجا چیز میکنن، بالا درختت میکنن به پا.
سخن حکیمانه گفتید. شما سخنی گفتید که واقعا حکیمانه است. وقتی خدا رو دوست داشت دیگه بذار کار بکنم که قطعا بکشنت دیگه. خداییش برخورد من بهتر از برخورد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نمی بود اگر اینجوری میگفتم باش؟ بینی بین الله. ببینید شاید اشکال این ترجمه فرهنگی ما معتقدیم این که این مکس شما در پاسخ میدونی برات خیلی گرون تموم میشه. قربونت برم، مرد مهربان، مرد صادق، عزیز دلم، الهی من فدای شما بشم که اینقدر خوبید. الهی من قربون همه این مسلمانانی که انسان هستن و اینقدر خوبن که میان با حساب با نبی میگن دمت گرم. عشق منید شما. به خدا قسم اگه بذارم کوچکترین خشی به شما بیاد تمام تلاشم خواهم کرد. هر کاری که لازمی، هر دستوری که لازمه به من بده عزیز من به خاطر شخص حضرت علی هر دستوری، هر خواسته ای از من داری انجام میدم. هر چیز به خاطر که دوستت دارم. مرد شریفی هستید، دوستت دارم. آره خواسته منه که ما گفتگوهامون حداقل 100 جلسه ادامه پیدا کنه و در این گفتگوها که من پیش بینی میکنم 100 جلسه بیشتر باشه، من گزاره های دینی و از دنیای خودم گزاره ها رو اینطوری براتون مطرح کنم و شما اونها رو بررسی کنید. فکر کنم برای مردم هم خیلی جذاب باشه. مردم دوست دارن این نوع گفتگو رو. من میخوام این فرصت گفتگو رو مثل یه چیزی بهت بگم. میدید تعیین چی در میاد؟ تعیین گفتگوی ما یه دونه فقیه عالی قدر. شما فقیه، من کلمه رو بلد نیستم. فقیه میگن به شما چی میگن؟ مجتهد که مجتهدی. فقیه هم میگن؟ بله. فقه بلد. شما فقه پس شو یه فقیه عالی قدری یا کم قدری؟ دیگه حالا اونا مردم باید تشخیص بدن. قدری. شما یه فقیه عالی قدر اومده با یه صابون نوی کثافت فحاش عوضی صحبت میکنه. میدونی تهش چی در میاد؟ هیومنیزم. هیومنیزم از توش در میاد. تفسیر کنید این جمله رو، این کلمه رو تبیین کنید، ترجمه کنید. اومانیسم، انسانگرایی. شما دارید راجع به انسان صحبت میکنید و راجع به self actualization، راجع به مفاهیمی به نام تعالی شخصی و انسانگرایی. مکتب امید شما همان هیومنیزم است. ممکنه که در ظاهر ورژن خاصی از اسلام باشد ولی همان هیومنیزم است. خب اگه اجازه بدید آخر حدیثون بخونم، 5 دقیقه فرصت داریم. اون یه شخصی به نام انس تو جمعیت بوده، میگه فما رأیت المسلمین فرحوا بعد الاسلام بشیء اشد من فرحهم بهذا. میگه من دیدم مسلمان ها با شنیدن این گفتگو آنقدر خوشحال شدند که بعد از اسلام، یه مایه خوشحالی داریم، یه نفر مسلمان شده خیلی خوشحال شده، بعد از خوشحالی اسلام آوردن مردم، من ندیدم مردم در روزی اینقدر خوشحال بشوند که با شنیدن این گفتگوی پیامبر با این چوپانی که بادینشین بود و این گفتگو انجام گرفت، مردم اینقدر خوشحال بشن. خلاصان که نتیجه این گفتگو مردم پیامی را از این گفتگو گرفتند که البته شما این پیام رو امروزی کردید و گفتید که وقتی انسان خدا رو دوست داره کار تمامه. انقدر این سخن به دل مردم نشست و انقدر مردم خوشحال شدن که این خوشحالی قبلا سابقه نداشته. من فکر میکنم مردم اون زمان بالاخره بهره از هوش داشتن که فهمیدن این گفتگو چقدر مطلب داره، چقدر سخن داره که اینقدر خوشحال شدن. کاملا حرف شما رو من قبول دارم، درست میفرمایید. این بهش میگن sigh of relief. مردم میگن
آخیش همینه بابا، چرا اینقدر سختش میکنی؟ دلاراز شو و نماز بخونه، زکات بده و چی بکن چیکار. شما خدا رو دوست داشته باش، خودش حله. بسه. خدا رو خالصانه صادقانه دوست داشته باش، اشتیاق بورز، همه چی حله. من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. برای همین خوشحال شدن. sigh of relief. تمام اضطرابات برطرف شده در اون روز که آقا سخت نیست. دوست بدار چه چیزی رو؟ محبت رو، بخشندگی رو، رحمان و رحیمی رو دوست بدار. این صفات رو، همه چی تمامه. میدونی چقدر آدم آروم میشه؟ بر همین قدر خوشحال شدن، احساس خوشبختی میکردن. این یه جایفولنس تنهایی نیست. شما یه خوشحالی دارید، خوشبختی دارید. این همون هپینس، مفهوم خوشبختی است. در اون لحظه مردم فکر کردن چیزه، رسیدن به جواب هستی رسیدن. واقعا این پیام درسته. خدا رو دوست بدار، ول کن بقیه‌شو، بقیه‌اش خودش میاد. خیلی جالبه. بله ممنون از گفتگو امروز. خیلی چه گفتگوی، فکر کنم از گفتگو دیگه همه گفتگوها خوب بود، ولی گفتگوی امروز برای من خیلی زیباتر و دلنشینتر بود. از شما تشکر میکنم. من دیگه فعلا 2 تا حدیث دیگه هست میذارم برای جلسه بعد. انشالله روز پنجشنبه ساعت 7 صبح به وقت ایران انشالله در خدمتتون خواهم بود. عرض من تمام. ممنونم. عزیز دل بنده هستید. اجازه فرمایید که موسیقی پایان رو براتون پخش بکنیم و باهاتون بعد از اون خداحافظی میکنیم. دوست عزیز و گرامی بنده، یکی از کویر کاشون، یکی از ناف ولاشون، یکی مکتب زده اسمش امیده، یکی ناصادق ببین فش میده بهش میرینه، یکی بچگی روی خر میپرید، اون یکی رو مادیان کویر رو میدید، یکی از دار قالی خاطره های بد داره، اون یکی خورجین و خیس کرده یه عمره شرم ساره، یکی عشقش 175، اون یکی نوه داره براش میغنجه، ولی بدخواهان نذاشتن بشینن تو کلاب با هم دیگه گل بچینن. مکتب امید اون نقد نشده، نه خیر